بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت همه عزیزان. امیدوارم که لایک و سابسکرایب یادتون نره و مشوق باشید برای ما که بتونیم کلیپ های بیشتری رو در اختیارتون قرار بدیم. دوستان خدمتتون عرض کنم این رادیو ساخت خود من است و خدمتتون عرض کنم برایش بردی در نظر گرفتیم، بردی ساختیم که خدمتتون عرض کنم این برد من بیارم جلو نزدیکتر که ببینید همه عزیزان. این برد باتری سرخوده و با شارژر گوشی شارژ میشه، پس جای نگرانی نیست. همچنین یک کلید سوپرستارت تعبیه شده رو این برد که با فشار دادن روشن میشه و همچنین خاموش میشه و یه سوکتی هم برای جای پیش. ما پیشو میزنیم به اینجا پیش رادیو و آماده کار میشه. خدمتتون عرض کنم این رادیو جیبه. ما دو تا سنگ قیمتی در نظر گرفتیم. من اینا رو بیارم جلو که ببینید جلوی دوربین. این سنگ قیمتی هستن و یه دونه انگشتر طلا. یکیشو این گوشی میز میذارم، یکیشو گوشی دوم میز، یعنی طلا را میذارم اینجا و سنگای عقیق میذارم این گوشه. ببینیم میتونه شناساییشون کنه، تفکیک کنه برای ما رادیو روشن میکنیم و رو به دوربین میذاریم که همه ببینید. رادیو الان روشنه، میبینید که حرکت کرد به سمت طلا. اگر خاموش کنیم باید بره به سمت سنگای عقیق. میبینید که الان من خاموش کردم، رفته به سمت سنگای عقیق، ولی من در هم حالت روشن میکنم، برگشت به سمت طلا. دوستان خدمتتون عرض کنم اگر خواستید بیشتر آشنا بشید با نوع آموزش و ساخت این رادیو، به ما پیام بدید، ما رو مطلع سازید که در اختیارتون بذارم و همچنین در آینده کلیپ های در اختیار شما عزیزان خواهیم گذاشت. خدا یار و نگهدارتون باد.